مقامات در تاجیکستان به حفیظما گدایو و خواهر یکی از رهبران سازمان ممنوع گروه 24 اجازه ندادند به خارج سفر کند. خود حفیظما روز 8 مارس به رادیو آزادی گفت که در همین روز خواست با 4 فرزندش برای کار به مسکو سفر کند، ولی ماموران امنیتی و مرزبانی او را به هواپیما راه ندادند. من میخواستم به مسکو روم، در آنجا کار فعالیت کنم. مرا در اینجا بسیار اذیت میدادند. همین سحر ساعتی 5 ساعت رجیستراسیا، ساعتی 8 پلیات بود. من میخواستم از پاسپورت کنترل گذارم، در پاسپورت کنترل مرا گرداندند. من گفتم سببش در چیست؟ آنها گفتن که به سببی که تو اپای شراف‌الدین گدایف هستی به این سبب پریده نمیتوانی. ولی مقامات در سندی رسمی منع سفر نوشتند که سبب راه ندادن حفیظما گدایو به هواپیما وجود نقصان در سندهایش است. شراف‌الدین گدایف در واکنش به عملکرد مقامات بر رادیو آزادی گفت که مقامات میخواهند خویشاوندان او را در پیش خود نگه دارند و همچون فشار به او استفاده ببرند. مقامات تاجیکستان شراف‌الدین گدایف را که در خارج است به تقلب مالی و دیگر جنایت‌های وزین متهم می‌کنند. خودش میگوید بیگناه است.